این داستان واقعی هلو کیتیه. سال 1950 زنی به اسم آکیکو توی یک روستای کوچیک به همراه دختر کوچولوش یوکو زندگی می‌کرد. یوکو مدت زیادی بود که به یک بیماری ناشناخته و عجیب مبتلا شده بود که هیچ دکتری نمیتونست درمانش کنه، تا اینکه یه شب یه نفر در خونه اونها رو زد. وقتی آکیکو در رو باز کرد، یه پیرزن توی چارچوب در وایساده بود و صورتش شبیه ساحره‌ها بود. اون به آکیکو گفت من میدونم دخترت داره میمیره، من میتونم نجاتش بدم. آکیکو به اون اجازه داد که وارد خونه‌اش بشه. اون پیرزن کیف کوچیکی رو روی زمین گذاشت و یه چیز خیلی عجیبی رو از اون بیرون آورد. یه عروسک رنگ پریده خیلی عجیب که ظاهری شبیه گربه و انسان داشت. اون زن شروع به حرف زدن با اون عروسک کرد، جوری که انگار اون عروسک یه موجود زنده است. صدای زمزمه فضای اتاق رو پر کرد و یوکو شروع کرد به راحت‌تر نفس کشیدن. به نظر میومد که حال اون هر لحظه داره بهتر میشه و آکیکو با تمام وجودش خوشحال بود. دیگه اون پیرزن گفت من اونو نجات دادم، اما این یه بهایی داره. روح تو مال منه و دختر تو هم برای همیشه متعلق به اونه. صبح روز بعد اون پیرزن به یک بار ناپدید شد و سالها بعد یوکو بزرگ شد و هلو کیتی رو خلق کرد. یه عروسک رنگ پریده شبیه گربه، شبیه همون عروسکی که جونش رو نجات